الحمدلله. نه یگو میکنم نیست. وای خبر اکوایا هیچی. ما که با او یکم دو که رو پرو واخوردم، البته ما دیگر خدا خودش دانا که ما چیکار کنیم. سنه 29 اکتبر روز مولود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. با همین خاطر ما به کوچه شهر دوشنبه برامدیم و از مردم پرسیدیم که درباره پیغمبرمون چی میدونند و اگر امکان دست دیهدو آنها با پیغمبرمون روبرو گردند با اون کس چی خواهند گفت؟ هیچی. چی میخواستید؟ امکان نیست باید دیدن. نه اگر امکان دست بدید. نه یگو امکانم نیست. چی بگم اگر محمد علیه السلام پیغمبر خدامان یکم از پیغمبر خدامان ای اخلاقی پیغمبر محمد علیه السلام کنه. همه خیلی وای وای خبر اکوایا خد تینجی سلامتی آبادی. برای که من آدم مسلمان برای که ندارم. الحمدلله. بهترین سوال بهترین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاده الله از سوی خداوند به سوی بندگانش برای ما باید هر روز باید مولود باشه، برای که خدای پاک برای ما چنین فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله ما را گفت من خدایی که خالق زمین و آسمان هایم، به این عظمتی خودم بر پیامبرم و تمام ملائک تمام مخلوقات بر رسولی ما چیکار میکنه؟ سلام و درود میفرستد. ای آن کسانی که باور دارید ایمان دارید بر نبی من بر رسول من چیکار کنید؟ صلوات و درود بفرستید. صلوات و درود نکو با گفته حبیب خدا، با کرده حبیب خدا، با گفته عمل کنید، زندگی کنید، زندگی نکو کنید. برای همه گفتنی هستم که همه وقت در یاد خدا و در یاد رسول خدا صلوات و درود بفرستین که در یک صلواتی ما الله سبحانه و تعالی برای ما وعده 30 ثواب داده، 30 ثواب و 30 گناه ما را معاف کردن، بخشیدن، آمرزیدن. برای ما البته ما هر نفس هر سخنی ما باید به یاد خدا بر رسول خدا باشه. همه دعوای امتی دارم، ما امت رسول خدا. البته ما که با او یکم دو که رو پرو واخوردم، البته ما دیگر خدا خودش دانا که ما چیکار کنیم.